بسم الله الرحمن الرحیم. هم دوربین و میکروفونش معروف و جذاب بود، هم جان مقدس کلامش از جبهه. حالا هم عناوینی که پیش از نامش به چشم میآید، مثل جاویدالاسد، همینک در امتداد جزیره عمررساس ایران، غلامرضا رهبر را خیلی ها میشناسند. همه مردم ایران صدایشون را از رادیو میشنیدن، یه روحیه میداد. زیباست. ششمین سال از دهه 30 خورشیدی در آبادان برایش جشن زادروز گرفتند. مثل همین دهه 70 های امروز خودمان، هم به روز و پرهیجان بود، هم مردمی و خاکی بود و چه افتاده بود، اهل تکبر و اینا هم نبود. خبرنگار و مدیر خبر صدا و سیمای مرکز آبادان، نماینده سازمان صدا و سیما در جبهه‌های جنوب غرب کشور. همینقدر که یه پست خیلی مهمی هم داشت اونجا، همتا با بچه‌ها خیلی مهربان بود. همینک در امتداد جزیره عمررساس عراق. خبرنگار خیلی شرایط سختی داره. خبرنگار حلقه اتصال مردم. خبری از حالا یا شهادتش یا به قول زنده موندنش رو دیگه پیدا نکردیم. رهبر جاویدالاسد شد. صدایش اما هنوز به گوش میرسد.